بعد استاد همین در سوره فاتحه همین در آخرش همین ولزالین میشه یا ولدالین، مقصد حرف د میشه یا ز؟ نه ز نه د، حرفی ضاد هست و ضاد وقتی تلفظ میکنید زبان را به کام بالا چسبانده تلفظ میکنید. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، نه دال نه زال، ولا زالین هم نمیگوید، ولا دالین هم نه، ولا ضالین. این فرق داره. ولی این حرفی زاده تلفظش همه چی خیلی که هست باید شاید تلفظ کرده نمیتوند. و بعضی سناهان میگن که بهترین آدمی که حرف زاد را تلفظ کرده است پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه. یعنی تلفظهای ما هم شاید یعنی 100% نیست، انیق 100% نیست، چون که بهترین آدمی که حرف زاد را تلفظ کرده است این محمد صلی الله علیه وسلم است. حرف زاد تلفظش آسان نیست. بله.